چرا مهم است که هنگام اضافه کردن روغن موتور سطح روغن از محل چرخش میلنگ بالاتر نرود و اگر بیش از حد روغن بریزیم چه اتفاقی میافتد؟ در این آزمایش موتوری را باز کردند تا دقیقاً نشان دهند داخل آن چه اتفاقی میافتد. به محض نگاه کردن مشخص می شود که میلنگ دیگر نمی تواند آزادانه بچرخد، چون باید از میان لایه ضخیمی از روغن عبور کند. این باعث ایجاد مقاومت و اصطکاک اضافی می شود. به جای اینکه فقط یک لایه نازک و یک نواخت روغن برای روانکاری باقی بماند، مخلوطی از روغن و هوا تشکیل می شود که پر از حباب و فضای خالی است و همین موضوع کارایی روانکاری را به شدت کاهش می دهد. به زبان ساده، وقتی روغن موتور بیش از حد باشد، موتور سخت‌تر کار می کند، فشار داخلی بالا می رود و در نهایت ممکن است به قطعات داخلی آسیب برسد.